به نام خداوند جان و خرد. 603 شب از سلسله شب‌های بخارا رو آغاز میکنیم. امشب به بهانه انتشار کتاب جنگل ایزدباد اثر خانم ایوانا برلیچ ماژورانیچ، نویسنده سرشناس و نامآور کرواسی که توسط دکتر ابتهاج نوایی از زبان کرواتی ترجمه شده و انتشارات شهاب اون رو منتشر کرده برگزار میکنیم. درباره این خانم که معروف ترین نویسنده کرواسی است و یه جورای هانس کریستیان آندرسن اونها به شمار میاد، در طی سخنرانی هایی که خواهید شنید بیشتر آشنا میشید. بنابراین من از تکرار آنچه که دوستان خواهند گفت میگذرم، اما سابقه مجله بخارا رو با ادبیات کرواسی و کرواتی و اون منطقه یادآوری میکنم که نخستین بار باز به بهانه انتشار گزیده از اشعار شاعر نامدار معاصر کرواسی آقای کشویچ که همین دکتر نوایی هم به فارسی کرد، شبی رو به افتخار او برگزار کردیم و از اون کتابم رونمایی کردیم در تهران و شیراز و اصفهان که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. سپس در سال بعد شاعر دیگری از کرواسی معرفی کردیم به نام آقای دکتر شتامبوک. ایشون هم از شاعرانی است که در کرواسی بسیار اشعارش خوانده میشه و به چندین زبان، حتی زبان ژاپنی هم کتاباش ترجمه و چاپ شده که اتفاقا سفیر کرواسی در تهران هم بودن در اون زمانی که کتابشون ترجمه. اینک سومین شبی است که ما اختصاص میدیم به ادبیات کرواسی. امیدواریم که این کوششی که ما کردیم با معرفی دو شاعر و نویسنده ادامه پیدا کنه و بتونیم بخشی از ادبیات اون منطقه رو به فارسی منتشر کنیم و با برگزاری این شبها در معرفی اونها کوشا باشیم. یکی از آرزوهای دیگه ما این هست که برنده جایزه نوبل ادبیات از اون منطقه کرواسی، ایوان گریچ، که آقای دکتر رضا براهنی رمانش رو ترجمه کرده، پلی بر روی رودخانه درینا، در آینده نچندان دور شبی هم به افتخار ایشان برگزار کنیم که یادی هم از خدمات دکتر براهنی در ترجمه این رمان کرده باشیم. بسیار سپاسگزارم.